سلام كمسك الختام. بعد از نماز با ما چی می‌دهد؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. پسر جانم، در نماز بسیار منفعت و فایده ها برای تن و جان ما و جمعیتی که ما در آن زندگی می کنیم وجود دارد. بعضی از آنها را به تو می گویم. یکم، نماز امکانیت می دهد که ما الله را خوبتر یاد کنیم. خداوند متعال به ما خبر می دهد که تنها در یاد او دل آرامی پیدا می کند. یاد خداوند که ما او را از همه بیشتر دوست می داریم، یاد نام او روح محزون ما را تسلی داده، دل را فرح، روح و جان را باشد آرامی می بخشد. چنانه که خداوند می فرماید: آیا آرامی دل در یاد الله نیست؟ سوره رعد آیت 28. بله شنونده عزیز، آرامی دل تنها در یاد الله می باشد. از همه راه خوب یاد خداوند کردن این خواندن نماز می باشد. نماز این نعمت بزرگ است که به ما عطا شده است. قیمت این نعمت را پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب دانسته دائم به خواندن نماز می شتافتند و این عمل خود را چنین ارزیابی نموده گفتند: خرسندی من در نماز است. پسر جانم، دوم، نماز درباره حیات ابدی و روز قضا ما را خاطر رسان می کند. در این دنیا بسیار چیزهایی هستند که ما را از یاد حیات ابدی دور می نمایند. آدمانی که حیات ابدی و روز قضا را فراموش ساخته اند به همه بدی ها قادر هستند. بنابراین به ما لازم است که دائم درباره حیات ابدی و جاویدانه اندیشه و تفکر نماییم. از تحت دل خواندن 5 وقت نماز در یک روز ما را از حیات جاویدانه، آخرت، روز قضا گوش زد می دهد. این چیزها را ما در خاطر داشته بدی نخواهیم کرد و باعث آزار کسی نخواهیم گشت. چنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: نماز خوان، آن تو را از کارهای زشت نگاه می دارد. سوره عنکبوت آیت 45. سیوم، نماز انسان را از گناه پاک می گرداند. پسر جانم، نماز این واخوری با خداوند است. هنگام برپا کردن نماز ما در رو بروی پروردگار خود می ایستیم. وقتی که ما گناه کردنی شویم، خواندن نماز و در رو بروی الله تعالی ایستادن را به خاطر آورده همانا از نیت بد خود دست می کشیم. با همین راه ما دل خود را از حسیات های زشت پاک می نماییم. دستان و دیگر عضوهای خود را از کارهای بد نگاه می داریم. پسر جانم، چهارم، نماز اخلاق ما را محافظت می کند. نماز این امکانیت خوبی درک کردن گناه و خطاگی ها و توبه کردن می باشد. در نماز ما از الله پناه می طلبیم. به یاد می آوریم که او همه را می بیند، می شنود و چیزی از او پنهان نمی ماند. از این رو ما در کارهای خود با دقت و هوشمند شده اخلاق خود را بهتر می نماییم. پسر جانم، پنجم، نماز حیات ما را پربرکت می گرداند. ما نماز خوانده وقتی خود را موافق نمازهای روز تقسیم می نماییم. سحری ما نماز بامداد می خوانیم. وقتی که همه مردمان خوابند ما یک قسم کارهای خود را انجام می دهیم. ما از دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم فایده خود را می برداریم که آن حضرت فرموده اند: یا الله، ساعتهای اول امت مرا با برکت گردان. در وقتهای وزنین روز در نمازهای پیشین و عصر ما ذکر خدا را کرده به جان خود فرح می بخشیم. در نماز ما استراحت می کنیم. روحاً سبک گردیده نیروی تازه به خود ضم می نماییم. این دمگیری به ما امکانیت می دهد که ما زیادتر و بهتر کار نماییم.
در نمازهای شام و خفتن به کارهای امروزه خود جمع بست نموده با راحت و آرامی به خواب می رویم، چون که فرضهای خداوند را به جا آوردیم. ششم، نماز به ما تازگی را می آموزد. پسر جانم، وقتی که ما طهارت می کنیم، آن قسمهای بدن را که بیشتر افلاس می شوند تازه می نماییم. ما دقت می دهیم که تن و لباس و جای نماز ما دائم تازه باشند. در یک روز یک چند مراتبه طهارت کرده ما به تازگی عادت می کنیم. بار رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابگان پرسیدند: شما چی فکر دارید اگر در نزد خانه یکی از شمایان دریا گذرد و آن شخص در یک روز 5 مراتبه خود را در آن آب شوید، در بدن او چرک میماند یا نه؟ صحابگان در جواب گفتند: نه، در بدن او یگان چرک نمیماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: 5 وقت نماز خواندن در یک روز به این مانند است. با واسطه خواندن 5 وقت نماز در یک روز الله تعالی گناهان را می شوید. روایت بخاری و مسلم. پسر جان، اینها بودن یک چند فایده های نماز. باز نماز فایده های بسیار دارد که خداوند بر آنها داناتر است. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوار را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. دعا را در حق ما فراموش نکنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.